شما همراهی کامرانشاه استوپریان تمرین میکنید. اصلا هرچند وزن شما گران است نسبت به او و امروز باز با یک تمرین کردید که وزن او و وزن شما موافق است و بگید که همین تمرین های شما چگونه صورت میگیرد؟ در یک روز چند بار تمرین میکنید؟ با یک وقت مشق میکنیم با همین اصولهایی که ما در مسابقات انجام میدیم ما خطاگی خود را اصلاح میکنیم. و اینجا کدام مربی ها به شما کمک میکنند در اصلاحی اشتباه؟ در اینجا مربی ها ولادیمیر نیکولایویچ یلچنینوف هستند و استوپیروف هستند که با ما کمک میکنند و امروز شاهد بودیم که ما با دولت همسایه با ورزشکاران قرقیزستان مشق ورزی کردیم. رقیبان شما اصلا کیها هستند؟ رقیبانی عظمت بزرگی که امروز در وزن شما در دنیا در ریتم‌های جهانی پیشرفت است. رقیبای من چون قهرمان معلوم است و قهرمان بازی المپیک لندن 2012 تدی رینر از دولت فرانسه و اینچنین رافائل سیلوا از برزیلیا میزبان مسابقه. محمد مراد شما نیز در تاجیکستان و بیرون از آن مخلصان زیاد دارید دوست و بگید که اصلا در همین روزها شما با کی در تماس میشوید، گفتگو میکنید و مخلصان عموما چخیلی که میگن رقم یک شما کیها هستند؟ بله من روزها با دوستانم صحبت میکنم، با خانواده گپ میزنم و همه میگم که دعا میکنم همه ورزشکارانی که به اینجا هستند که برای وطن عزیزمون، برای ملتمون مدال جایزه بزرگ المپیک نصیبشان کرد. واقعا شما نسبت به کامرانشاه بزرگتر هستید، 29 ساله و بگید که در دوره اویله خود یک دو سخن میگفتید، همسرتان به شما تلفن میکنند با در تماس میشوید؟ بعد فرزندان چند نفر هستند؟ بله البته من هر روز در تماس میشوم با اویلم، که 3 تا فرزند دارم، 2 تاش علاقه مکتب خون شدن. هر روز از حال ما میپرسم، خبردار میشم و اینچنین پدر و مادرم صحبت میکنم. و اینجا در دهه المپیک غذای آماده میسازند که این غذا طعام ملی بسیار کشورها است و بگید که آیا این غذا موافق است به شما؟ بله البته همین فکر میکنم چی غذایی که برای ورزشکار در کار است، حتی از میوگی و از خوراک و گرم همش برای ورزشکار شرایط خوب کرده شده است. میکنم یکون جای چیز مشکلی ندارد، همه بسیار در سطح عالی است. اگر با همون قروتوب و شکراب و اگر شوربای و آشیم پلوی تاجیکی میشد با خوبتر میشد، نمیخواید؟ البته در یک مشق شما چقدر وزن خود را گم میکنید؟ در یک مشق از 2 تا 3 کیلو ما و شما در مسابقات قراری که موفقیت آرزومندیم و بگذار آن مقصدی که شما دارید جامعه عمل باشد. تشکر کنم.